سلام دوست خوبم، خوش اومدی به شکرگزاری صبحگاهی امروز. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کنی. بریم که با 3 نفس عمیق شکرگزاریمون رو شروع کنیم. خدایا، خدای مهربانم، امروز که چشمام رو باز کردم فقط خواستم چند لحظه با تو حرف بزنم. نه برای خواستن، نه برای شکایت، فقط برای گفتن ممنونم. ممنونم که بیدار شدم، که هنوز فرصتی هست برای نفس کشیدنم، برای دیدنم، برای تجربه کردن یک روز دیگه از این زندگی. خدایا، امروز نمیخوام عجله کنم، نمیخوام ذهنم رو با دغدغه ها پر کنم. فقط میخوام کنار تو با آرامش به چیزهایی فکر کنم که همیشه بودن اما من ندیدمشون. خدایا، امروز میخوام با تو شکر کنم برای چیزهایی که شاید کوچیک به نظر میان ولی همه زندگی من هستن. برای بودن، برای این لحظه، برای همین الان سپاسگزارم. امروز تصمیم میگیرم شکرگزار باشم. شکر میکنم برای نفسام، برای هوایی که بی‌منت به من دادی، برای قلبم که بی صدا میتپه تا من زنده بمونم، برای بدنم که با تمام خستگی ها و زخمهاش هنوز برای من کار میکنه. شکر میکنم برای چشمهام که میتونن نور رو ببینن، رنگ، زندگی، صورت آدمهایی که دوستشون دارم رو ببینن. شکر میکنم برای گوشهام، برای صدای زندگی، برای خنده، برای موسیقی، برای نسیم، برای صدای بارون. شکر میکنم برای ذهنم حتی وقتی خسته و پر از فکره، چون ذهنی دارم که میتونه تصور کنه، یاد بگیره، تصمیم بگیره و رشد کنه. سپاسگزارم برای سقفی که بالای سرمه، برای دیواری که پناهمه، برای نوری که از پنجره میتابه. سپاسگزارم برای تختی که من رو در آغوش میگیره، برای پتو، برای گرما، برای احساس امنیت. شکر میکنم برای غذایی که دارم، برای آبی که می نوشم، برای لقمه‌ای که شاید ساده است ولی پشتش هزاران نعمت پنهانه. شکر میکنم برای آدم‌هایی که توی زندگیم هستن، برای خانوادم، برای دوستهام، برای اونهایی که کنارم بودن حتی وقتی خودم با خودم نبودم. برای غریبه هایی که با یک لبخند کوچیک روزم رو قشنگتر کردن و حتی شکر میکنم برای اونهایی که منو درک نکردن، چون از اونا یاد گرفتم که خودم رو بهتر بفهمم. برای هر رابطه‌ای که تموم شد، چون تموم شدن بعضی چیزها شروع روشن‌تر شدن من بود. شکر میکنم برای گذشتم، برای شکست هام، برای اشک هام، برای لحظه هایی که فکر کردم دیگه نمیتونم ادامه بدم، چون همونا منو ساختن. یادم دادن قوی تر بشم، یادم دادن هیچ چیز پایانی نداره مگر اونی که خودم انتخاب کنم. پروردگارا، سپاس. شکر میکنم برای تنهایی هام، چون توی سکوت خودم رو پیدا کردم. شکر میکنم برای آرامش، برای لحظه‌ای که فقط نشستم و صدای قلبم رو شنیدم. برای لحظه هایی که با خودم، با تو
با زندگی یکی شدم سپاس. شکر می کنم برای طبیعت، برای نور، برای درخت، برای خاک، برای باران، برای آسمونی که هر روز یادم میده هیچ سقفی وجود نداره جز اونی که خودم ساختم. شکر می کنم برای زمان، برای طلوعی که یعنی هنوز فرصت دارم. برای هر صبحی که چشمم رو باز می کنم و یادم میفته هنوز یک کار ناتمام دارم، یعنی زندگی با آگاهی. شکر می کنم برای ایمانم، برای صدای درونی که همیشه میگه ادامه بده، راهت روشنه. شکر می کنم برای قدرتی که از درونم می جوشه حتی وقتی همه چیز تاریکه. برای نوری که همیشه ته قلبمه، نوری که هیچ وقت خاموش نمیشه. شکر می کنم برای عشق، برای احساسی که از من به همه دنیا میرسه. شکر می کنم برای خودم، برای تلاشم، برای صبرم، برای قلبی که هنوز میتونه ببخشه و امیدوار باشه. سپاس برای روزهای قوی بودنم و برای روزهایی که نبودم اما هنوز ادامه دادم. شکر می کنم که هنوز اینجام، هنوز باور دارم، هنوز رشد می کنم. خدایا ممنونم برای هر چیزی که دادی، هر چیزی که نگه داشتی و برای هر چیزی که ندادی، چون حالا میفهمم همش، حتی تأخیرها و دردها، بخشی از نقشه مهربون تو بود. امروز انتخاب میکنم روزم رو با شکرگزاری شروع کنم، چون شکرگزاری یعنی دیدن فراوانی در همین حالا، نه در آینده. یعنی فهمیدن این که من همیشه در میان نعمتهام زندگی کردم، فقط گاهی چشمهام بسته بود. پس همین حالا با یک لبخند، با یک نفس عمیق و با یک دل آرام میگم خدایا ممنونم برای همه چیز، همین لحظه، همین زندگی. ازت ممنونم که این صبح رو با من بودی. اگر این نجوای صبحگاهی حس خوبی بهت داد، همین الان ویدیوم رو لایک کن و سابسکرایبم کن تا هر روز صبح با هم مسیر آگاهی و آرامش و رشد رو ادامه بدیم. همچنین برام بنویس که امروز تو برای چی شکرگزاری. تا فردا با عشق، با ایمان و با شکرگزاری. خدا نگهدار.